سلام و درود، خوش اومدیم به پارت سوم آموزش اسکرچ. امروز اومدیم که آموزش متغیر رو به شما بدیم و یاد بدیم که چجوری با متغیرها شخصیتاتون رو کنترل کنیم. خب برای اول کار وارد اسکرچ میشیم که من از اول شدم که وقت رو نگیرم. از قسمت زرد رنگ اینجا آخرین بلاک انتخاب میکنیم و اینجا میذاریم. حالا ما میتونیم با این قسمت یه متغیر جدید درست کنیم یا خودش یه متغیر داشت. مثلا سلام 2، چون من قبلا یه سلام درست کرده بودم متغیر. الان من متغیر سلام 2 رو اینجا درست کردم و متغیری بعدیش که به همین ربط داره یه دونه بالایی و یه دونه مونده به آخره که اینجا سلام و سلام 2 هستش. و ما میتونیم اینجا بگیم وقتی که مثلا سلام 2 ارسال شد تو یه صدا در بیار، همین صدای پاپ رو تو در بیار. و سلام 2 رو کی میخواد بفرسته؟ اینجا رسید به بخش مهمش که ما یه شخصیت رو باید انتخاب کنیم که این دستور رو به ما بفرسته. ما یه شخصیت سوم حالا انتخاب میکنیم که اگه بیاره یه شخصیت سوم حالا اینجا ما انتخاب میکنیم، این پسر خوبه. الان این شخصیت سوم ماه. خب همون اول بهش میگیم که اصلا دکمه سبز رو زدیم این پنهان باشه، دکمه سبز رو زدیم این نباشه. و برای این که این حضور پیدا کنه و بیاد میخواییم از همین متغیرها پیدا کنیم. نخیر همین که اومد ایشون کاملا محو بشه و ما به این گفتیم که کارش که تموم شد این رو به ما ارسال کنه. حالا اینو حذف میکنیم، جاش اینجا نیست. این رو به ما ارسال کرد و الان اینجا قسمت زرد مهمترین قسمته و اینجا ما میایم میگیم که تو دریافت کردی نمایش داده شد. الان یه دور پروژه رو بریم ببینیم. دکمه سبز رو زدیم و شخصیت سوم ما کاملا الان محوه، اصلا نیستش، پنهانه. و بعد از سلام احوال پرسی این دوتا شخصیت اول ما این میره و شخصیت سوم ما میاد. این بهش میگن متغیر که با استفاده از یه شخصیت دیگه میتونیم بهش پیام بفرستیم. خب حالا ما میخواییم که بر اساس این متغیرها دو تا شخصیت دیگه بیاد. مثلا همین پسره بره سوار ماشین شه. خب یه شخصیت دیگر رو یه ماشین بعد اضافه کنیم که این شخصیت سوم ما بره سوارش بشه. مثلا این ماشین خوبه، این رو انتخاب میکنیم، سایزش رو از اینجا قسمت اندازه بالا میبریم چون خیلی کوچیکه برای شخصیت ما اینو الان سایزش شد 200. به اینم میایم میگیم که اول که دکمه سبز رو ما زدیم تو اصلا نباید نمایش داده شی، پس تو چی کار کن؟ همین که دکمه سبز رو زدیم تو پنهان شو، پنهان و نمایش رو با هم میاریم که دوباره نیاییم اینجا. دکمه سبز رو زدیم تو پنهان شو و دوباره از قسمت زرد رنگ سلام 2 رو دریافت کردی نمایش داده شو و توی این ایکس و وای هم باش. تو مثلا شخصیت پسر ما اینجا باشه و ایکس و وای اینا رو هم بگیم که بعدن که اومدن به هم نخوره. اول بگیم ایکس و وایشون درست شه و بعد نمایش داده شن. اینجا ایکس و وای ماشین ما 0 و درست نیست. خودمون حالا درستش میکنیم، کار چندان سختی نیست. اینجا ایکس و وایش رو توی این قسمت به ما گفته. خب ما میایم ایکسش رو میذاریم -80. ایکس -80
و y منفی 101. y منفی 101. و ما x و y رو الان آوردیم و دستی این کار رو انجام دادیم، ولی بیشتر موقع ها x و y رو خودش میذاره، ولی الان استثناء بود که نذاشت. حالا ما ببین شخصیت پسرمون میگیم بیاد سوار این شه و بره، و اینم کار چندان سختی نیست. میایم میگیم از اینجا بیا به این قسمت توی مثلا 2 ثانیه، چون مسافت زیاد طولانی نیست. تو 2 ثانیه بیا اینجا و پنهان شو. یه کپی از بلاک پنهان میگیریم و اینجا میذاریم که پنهان شو، و به ماشین میگیم که 2-3 ثانیه وایسه و بعد حرکت کنه. بلاک وایستادن و یا همون ثانیه شمار رو پارت قبلی به شما آموزش دادیم. 3 ثانیه وایسا و از اینجایی که هستی حرکت کن به این ایکس و وای. الان ایکس و وایشو آورده، و برای اینکه طبیعی باشه مثلا توی 2 ثانیه اینم بره، یا اینکه چون ماشینه 1 ثانیه هم میتونه بره. و بعد اینکه رسیدی اینجا پنهان شد هم. الان بریم پروژه رو یه بار ببینیم. دوتا شخصیت اول ما میان کارهای خودشونو میکنن، سلام احوال پرسیشونو میکنن و میرن. خب تا اینجا که کاری نداریم، اینو پارتای قبلی درست کردیم و اینجا که رفتیش بله پیام میرسه، میاد سوار ماشین میشه و میره. این کارو ما با پیام های اون یکی شخصیت ها کردیم که شخصیت سوم ما به خاطر شخصیت دوم کار خودش انجام میده. خب این پارت به اتمام رسید. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و ساب فراموش نشه و بریم اینجا سیو رو بهتون یاد بدم. این سیو با سیو قبلی فرق داره. قبلی سیو از رو زدین، ولی اینجا سیو از رو لازم نیست. اینجا سیو تو رو بزنین کار تمومه و سیو میشه. یا اگه این کارو نکردین اینجا ضبطه رو بزنین و قسمت سیو، که این خیلی آسون تره. امیدوارم خوشتون اومده باشه و خدا نگهدار.